در این ویدیو قرار در مورد یکی از پرزرق و برق‌ترین شغل‌های بازار ایران یعنی طلا و جواهرات صحبت کنیم. یک سری واقعیت‌ها هست که باید شما در مورد این شغل بدونید. خیلی‌ها فکر می‌کنن که اگر وارد این شغل بشن دریاهایی از ثروت و پول سمتشون سرازیر میشه. اما داستان از چه قراره؟ توی این ویدیو به خیلی از نکاتی که ممکنه سوال شما باشه ما جواب میدیم، از اینکه نوع درآمد این شغل چجوریه، سرمایه اولیه، مهارت‌ها و ریسک‌ها، تهدیدهایی که ممکنه برای طلا فروش ایجاد بشه یا به وجود بیاد، چه از نظر جانی چه از نظر سرمایه‌ای و مالی. ما به این نکات توجه میکنیم و برای اون تازه کارانی که قراره این شغل رو انتخاب کنن یه سری نکات میگیم که حتما به دردشون میخوره. اولین موردی که میخوام بهش بپردازیم، فرقی هم نمیکنه داخل چه شغلی باشید، هر کسی که وارد یک کاری میشه دوست داره بدونه که درآمد اون شغل به چه صورته، سودی که حاصل میشه از این کاری که قرار انجام بدید چه مقداره. هیچ فرقی هم نمیکنه طلا فروش باشید یا هر شغل دیگه، شما یه حاشیه سود دارید. طلا فروشا در واقع وقتی که میخوان طلای یا مصنوعات طلا و جواهرات بفروشن یه سود مشخص داره که تو کل ایران یه چیزه، یعنی براش تعیین شده، روی نرخش اعمال میشه و جزء اون قاعده‌ایه که باید هنگام محاسبه طلا و جواهرات رعایت کنه. اما مقدار سود طلا فروش ممکنه از خیلی از مشاغل کمتر باشه، یعنی فکر میکنن که توی اکثر شغلایی که هست یکی از اون کمترین مقدار سودی که ممکنه باشه جزء طلا فروش حساب میشه. طلا فروش 7% سود فروش داره، طبق چیزیه که کل کشور مرسومه و همه دارن رعایت میکنن، از 0.5% تا 7% سود فروش. حالا این متغیره، چه برای اون آب شده و طلای ساخته شده با هم دیگه متفاوته. حالا به نسبت مقدار سودی هم که میاد ممکنه خیلی کم باشه. مثلا شما 300 میلیون مثلا فروختین، اگه 7% این 300 تومان حساب کنین تقریبا بین 20 تومن اینجور. حالا درست ذهنیت درستی ندارم، ماشه حساب پیشم نیست، کلیه کارام که این روزا با ماشه حساب صورت میگیره، حالا شرمنده. حالا توی کپشن و اینا این اطلاعاتو مینویسم که دیگه راحت برید مطالعه کنید و اون اطلاعاتی که میخواید اگر اشتباه که گفتم اونجا تصحیح کنم. حالا من خب مسلما رقابت یه خورده توی بازار زیاده، خواهی نخواهی مغازه‌های طلا فروشی این روزا دارن زیاد میشن، حتی توی بعضی شهرها که من میدونم از سوپرمارکت‌های اون شهرم طلا فروشاش بیشترن و دلیلی داره. یکی از دلایل عمده‌اش اینه که این شغل تورم روش تاثیر نداره. توی بانک‌های جهانی توی کشورهای مختلف طلا رو به عنوان دارایی امن میشناسن، پس این خودش دلیلی میشه که طلا یک سرمایه‌گذاری امن باشه، خیلی‌ها بیان سمتش، به خاطر اینکه نوسانات به صورت لحظه‌ای روش اعمال میشه. ما قدیم یادم در مغازه بابا که بودیم نرخ‌ها کاغذی بودن، شاید تا مدت‌ها این نرخ‌ها تغییر نمی‌کردن و یه جورایی ثابت بودن. این حالا یه خوبیایی داشت یه بدیایی داشت. حالا یه سری‌ها که بروزتر بودن اون زمان از سیستم‌های دیگه استفاده می‌کردن برای دریافت نرخ، مثل تهیه اشتراک SMSی، تلفن گویا، یا حتی بعضی‌ها از تلتکس استفاده می‌کردن توی تلویزیون‌هاشون و اون نرخ‌ها رو لحظه‌ای می‌گرفتن. اما الان قضیه فرق کرده، همه چیز به صورت شفاف دقیق روی تابلوهای اعلام نرخ میاد و این لحظه‌ای بودن یه سری ریسک‌ها رو به وجود آورده و باید همیشه ذهن یه طلا فروش دنبال اون نرخ‌ها باشه و نرخ‌ها رو به صورت لحظه‌ای چک کنه. نرخ شفاف، اجرت شفاف، یکی از شغلایی که بسیار شفافیت درش اعمال شده و همه چی طبق برنامه و قاعده خودش پیش میره. هیچ شغل دیگر رو نمیتونید پیدا کنید که به این دقتی نرخ به صورت لحظه‌ای ثانیه‌ای روی تابلو بیاد و حتی یه سری کانال‌های تلگرامی هستن از نرخ روی بعضی از تابلوها سریعتر این تغییرات رو اعمال میکنن. یه قدم که جلوتر بریم میرسیم به سرمایه اولیه، پس باید یه سرمایه اولیه هم داشته باشید. اگر آنلاین کار کنید که اون قضیهش فرق میکنه، اما بهش میرسیم. بحث اصلی که اینجا هست، یک فردی که بخواد یک فروشگاه راه بندازه، یک گالری طلا و جواهرات راه بندازه، نیاز به یه سری ابزار آلات از جمله بیس کاری که برای مغازه طلا فروشی نیازه رو باید اجرا کنه. مغازه نیاز به دکوراسیون داره. قبل دکوراسیون باید شما یه آسانسور نصب کنید. آسانسور برقی شدن الان، میشه یه آسانسور ثابت، در واقع گاف صندوق، من منظور گاف صندوق ثابت تهیه کنید و توی محل کسب کارتون
بذارید. اما الان دیگه گاف صندوق‌های آسانسوری اومدن و این گاف صندوق‌ها کارو آسون کردن. دیگه نمیخواد شما اون طلا و مصنوعات طلاتون رو در بیارین و توی گاف صندوق ثابت قرار بدین و این کار آسون شده. یه هزینه میطلبه این گاف صندوق برقی، بالابر برقی، که بسته به نوعش و اون کیفیت ساختی که داره این قیمت متفاوته. یه سری از مجموعه این امکانات رو گذاشتم. الان پاساژهای یا مالهای فروش طلا و جواهرات توی کشور وجود داره، تهران وجود داره. الان من شهر محل زندگیم که دسپوله چندین نوعش وجود داره، نه یکی نه دوتا، خیلی وجود داره. شهرهای بزرگتر هم مسلماً خب به طبع اینها هستن. اصفهان هست، شهرهای دیگه هم کار دیگه نداریم، زیاد طولانیش نکنیم که برسیم به بقیه موارد. خب آسانسورتون بود، دکوراسیون ویترینتون هست، یعنی ماکتتون و اینا شما باید تهیه کنید. ویترینتون، نمای کلی فروشگاهتون باید به این دقت کنید. نوعای مختلف، ماکت‌های مختلف توی بازار هستن که بسته به اون بودجه‌ای که دارید شما میتونید انتخاب کنید. چه میدونم، اگر دلاریشو بخوام بگم از $500 ممکنه شروع بشن این ماکت‌ها تا $7000، حتی شاید هم بیشتر، بسته به نوع پارچش، نوع محصول، فرمایی که هست. این قیمت متفاوته. پس شد یه مورد دیگهش ماکت و مورد بعدیش نوریه که توی محیط تو هست. یعنی شما باید نورهایی که میچینید مخصوص طلا فروشی باشه. CRI بالا میطلبه در واقع اون کالر رندر ایندکس، اگه اشتباه نکنم اصطلاحشو. پس باید یه نوری باشه که اون طلاتون و مصنوعات طلاتون رو به قشنگی و زیبایی نشون مخاطب بده و اون رهگذری که میبینه از اون محصول خوشش بیاد و بتونید کاسبی کنید. نور تموم و میرسیم به دکوراسیون داخلی که شامل میز، محیط در واقع دلانگیزی که میتونید برای اون مشتری درست کنید و این همش برمیگرده به اون سرمایه و بودجه‌ای که دارید. پس ببینید کل اینجا باید خرج بشه، دکوراسیون بشه مغازه. حالا بماند که شما نیاز به یه ترازو، ماشی حساب، دفتر، یه لپتاپ، پرینتر، حالا اگر سنتی بخوای کار کنید که با همون فاکتورهای کاغذی هم میشه کار کرد. اما ما میگیم که سیستمی کنید، سیستمی هر بشه بهتره. نرم افزارهای این حوزه هم تا دلتون بخواد زیاده میتونید به تهیه کنید. اما من میگم اول کار به خودتون سخت نگیرید. من هنوز که هنوز دارم با اکسل کار میکنم و تمام اون مواردی رو که میخوام از خرید و فروش و محصولاتم و اینا توی اکسل وارد شده و دسترسی خیلی سریع هم دارم به این موارد. خب دیگه شما همش برمیگرده به هنر و مهارت خودتون که بخواید چجور یه فروشگاه راه بندازید و هر چی مهارتتون بیشتر باشه مسلما بهتر براتون و شاید یه سری از هزینه‌ها رو بتونید صرفه جویی کنید. خب این از این و اون جعبه و این لوازم پک و اینا که باز باید داشته باشید، باز سرمایه میطلبه. حالا زیاد نیستن دیگه، شما باید اینا رو تهیه کنید. کاری هم به این موارد دیگه نداریم و میرسیم به اون بحث فروشگاه‌های آنلاین. فروشگاه‌های آنلاین خب مسلماً این هزینه‌ها رو ندارن. فروشگاهشون توی خونه‌شونه، حالا یا شاید بتونن یه محل کرایه کنن و توی اون محلشون بتونن تولید محتواشون و اینا رو انجام بدن. اما نظر من اینه که فروشگاه فیزیکی باشه بهتره. در واقع میتونید بهتر کار کنید. برای این کار یه جورایی شما باید اون اعتماد مشتری رو کسب کنید که بتونید توی فروش آنلاین بتونید کسب روزی کنید. اینم از آنلاین خب گفتم دیگه خرج و مخارجش کمتره. خودتون رو یه دوربین و یه ممکنه شیپ و اینا و اون عکاسیتون و فیلم برداریتون و اینا باید اوکی باشن. اما مورد بعدی، حالا جدا از بحث سرمایه اولیه، همه این خرجا رو که کردین، اینو یادم رفت بگم، همه این خرجا که شد شما باید یه سرمایه کلی داشته باشین واسه خرید طلاتون. یعنی باید یه سرمایه باز زیاد میخواین برای تهیه جنساتون میتونه انگشتر، دستبند، علنگو، گوشواره، مدال، زنجیر و سرویس و کلی مصنوعات دیگه مثل تمیمه و اینا که باید شما تهیه کنید تا بتونید یه فروشگاه یا گالری طلا و جواهرات راه اندازی کنید. هرچی محصولاتتون بیشتر باشن مسلما فروشتون بیشتره و مشتری بیشتری جذب میکنه. هر کی سرمایه‌اش بیشتر، همون مثال هست که میگن هر کی بامش بیش برفش بیشتر، اینم باز همونه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. شما بتونید تنوع بیشتری بدین مسلما مشتری بیشتری دارید. یه نکته بگم، این نکته رو داشته باشید.
خودتون رو مقایسه نکنید با کسی که از قدیم توی بازار بوده. اونی که توی بازار بوده یه سری مشتری ها برای خودش جذب کرده، سرمایه‌اش رو داره، تنوع بالایی توی محصولاتش داره و همه اینا دست به دست هم دیگه میده تا فروش بالاتری هم داشته باشه. اعتماد رو کسب کرده. خیلی‌ها بودن خودشون بچه بودن، الان نوه دارن، هنوز سراغ اون طلا فروش میرن. پس باید صبور باشید. فرقی نمیکنه چه شغلی باشه. همون من طرف حسابم با اونایی که میخوان توی شغل طلا وارد بشن. حتما قدم‌های کوچیک و آهسته بردارین تا بتونید موفق بشین. اصلا بلند پروازی های بیمورد نکنید، چون گفتم یه سری اصلا خرجا مخفی ان تو کار. شما فقط طلا رو میبینید، پس راه اندازی فروشگاه و خرج دکوراسیون اینا چی؟ اینا رو همه باید رعایت کنید، توجه بهش کنید تا بتونید کسب روزی کنید. مورد بعدی هم سود واقعی طلا فروش کجاست؟ باید به این نکته توجه کنید. فقط فروش طلا نیست که به یک طلا فروش سود میرسونه. شما وقتی طلا رو 750 فروختید، حالا کاری نداریم به عیارهای دیگه، 750 ما معیارمونه، 750 که فروختید باید بیاین طلا بخرید. حالا اگر که بنکدار دارین و شمش ببندید، اون آب شده ببندید که قضیهش متفاوته و روی 750 و هر عیاری که باشه این آب شده رو میبندن. اما سود واقعی طلا فروش تو اونجاست که طلا رو بفروشه و طلا رو از دست مشتری بخره. این در واقع خرید و فروش نیاز به تجربه داره که خدای نکرده اتفاقی در بحث خرید و فروش طلای حالا دزدی و طلای تقلبی از دست مشتری نخره که متضرر میشه. علاوه بر اینکه سودی گیرش نمیاد، یه چیزی هم باید از جیب داده رفته. پس باید به اینا توجه کنید که این نکات مهمن. شما طلا رو که فروختید، سود واقعی تو اینجاست که طلا رو از دست مشتری بخرید و دیگه خودتون رو انصافتون. حالا دیگه میتونید بالاتر بخرید، میتونید پایینتر بخرید، ولی مسلما سر نرخ خرید و فروش که کنید حاشیه سود خوبی براتون داره و این ریسک رو نکنید که خودتون رو خراب کنید. و یک طلا فروش واقعی هیچ وقت از بازار نوسان نمیگیره. اصلا کار طلا فروش نوسانگیری نیست. کار طلا فروش فروشندگی طلا و مصنوعات طلا، علل خصوص طلای زینتیه که باید همه اون تمرکزش روی این کار باشه. خب اصلا دیگه هر کی مهارتی داره، یه دفعه میبینید توی بازارهای مالی هم یه شخصی خرید و فروش طلا انجام میده، اما شما طلا فروشید و باید به این نکته توجه کنید که سود شما توی خرید و فروش طلاست و این نکات رو باید رعایت کنید. یه سری ریسکا هم وجود داره. نوسانات بازار، طلای دزدی که گفتم، از اونور مالیات و قانونهای سختگیری که داره، از اونور خطر سرقت رو داریم و مسائلی از این جمله که باعث میشه جان اون طلا فروش در خطر باشه. باید همه موارد امنیتی توی مغازه رعایت بشه. به اون خرجایی که قبلا گفتم این خرجا رو هم اضافه کنید. دوربین میخواید، از اونور دزگیر میخواید، دودزاب میخواید که الان سیستم‌های جدید در واقع که اومدن توی مغازه نصب میشه و هنگام خطر، اعلان خطر، این دکمه زده میشه و اون محیط دودزا پخش میشه و درها به صورت اتوماتیک باز میشن که اون فرد دزد بتونه خروج کنه و شما متضرر ضرر چه از نظر جانی چه از نظر مالی نشید. اما ای داره همیشه این اتفاقا وجود نداره. اگر شما توی محیط مالتور یا همون پاساژ مانند باشید، امنیتش به نسبت بالاتره و این ریسکا به نسبت کمتر میشن. خب مهارت هایی که یک طلا فروش باید داشته باشه تا بتونه توی شغلش پیشرفت کنه، میتونیم به این مهارت اشاره کنیم. شناخت و بررسی طلا، یعنی بدون اون طلا رو بشناسه، نظر بده، کارشناسی، حالا چه با اسید چه با شوره چه با سیستم های دیگه که عیارش مشخص بشه براش که خدای نکرده متضرر نشه. طلا فروش نباید طلای دست دوم بفروشه. این مهارتی که شما باید به دست بیاری که طلای نو بفروشی به مشتری. همه میتونن طلای دست دوم به مشتریشو بفروشن. راحت ترین کار همینه که یه شخص بیاد طلای دست دوم بفروشه و هنر اونه که طلای با اجرت بفروشی. وگر همه گفتم میتونن بیان طلای بدون در واقع اجرت و مالیات رو بفروشن، کاری که نداره. شما باید بدونید که طلا رو نباید با سنگ بخرین و بفروشین. میناکاری هم همینطور. اگر حالا یه مثلا اون مقدارش کم باشه حالا زیاد تاثیری نداره، ولی به صورت کلی باید حواستون به این موارد باشه. توی قفلا
یه فنر هست باید جدا بشه، توانایی تشخیص طلا تقلبی از اصل رو باید داشته باشه و یه مورد خیلی مهم که باید بهش توجه کنید روابط عمومی بالایی که باید داشته باشید. شما باید مشتری رو مجاب کنید به خرید و این مهارت مذاکره و همینجور ارتباط قوی که میتونید با مشتری داشته باشید به شما کمک میکنه که اون مهارت فروشتون بالاتر بره. باید به این توجه کنید که هیچ وقت یه طلا فروش محصولش رو فریاد نمیزنه، جار نمیزنه توی بازار و ویترینش همه اون حرفی رو که باید بزنه براش جای اون فرد میزنه. پس بیشترین فکرتون روی بازاریابی و نوع ارتباطی که با مشتری، برخوردی که با مشتری دارید، غرور بیجا مانع کسب شما میشه و همیشه هم به این دقت کنید که وقتی بازار خرابه اون آدمایی که مورد دارن سراغتون میان و همیشه بابا میگفت که هر وقت یه مغازه‌ای تازه زده میشه اولین چیزی که جذب میکنه دزدا و اون افراد بدذاتی هستن که میان سراغ اون فرد. یعنی اون فرد که تازه مغازه رو زده میبینه که میخواد یک کاسبی کنه، میخواد خودی نشون بده توی بازار، اون طلاهاشو میذاره روی ویترین، خیلی ریلکس بازی در میاره و اون فرد شیادی که میاد توی مغازه از این کم تجربگی سوء استفاده، نهایت سوء استفاده رو میکنه و اون کلاهی که باید بذاره میذاره، خوبم میذاره. هیچ تو فکر نباشید، گول ظاهر افراد نخورید و دقت کنید توی کارتون. هیچ وقت دو سه کار رو با هم دیگه دست این مشتری اون مشتری ندین. حواستون باشه تعدادی که در واقع طلایی که به مشتری نشون میدی و حتما بگین تعدادشون رو. مثلا 2 تا علنگو دادی به این شخص، بگو این 2 تا علنگو خدمت شما. خب این به هیچ کس بر نمیخوره. محترمانه اون منظوری که دارید برسونید که یعنی حواستون هست به کارتون و باید به این موارد دقت کنید که خدای نکرده اتفاق ناگواری برای شما نیفته و سرمایه‌تون از دست نره. هیچ نیازی هم نیست. اگه دیدی یه مشتری اومد داخل مغازه میگه من کارم رو راه بنداز، اونو به من بده، اینو به من بده، از اون طرف میبینید چند تا کار غیر مرتبط رو با هم دیگه مثلا میگه بیا، میگه انگشتر بیا، میگه دستبند بیا، میگه چیز بیار و هیچ انتخاب درستی هم نداره، میگه اینا رو بذار سر میز، اونو برای من بیار ببینم. این اصلا متوجه بشید که اصلا این آقا برای یا خانم برای هدف دیگه اومده و اصلا همچین ریسکی نکنید. این از این. خب کار با شناخت حالا ابزار و اینا که بحثش جداست، شما باید ترازوتون رو بشناسید، کالیبراسیون و دقت و صحت اون ترازوتون رو همیشه بعد از مدتی با سنگ‌ها یا وزن‌های مختلف بسنجید تا از نظر وزنی هم بعداً دوچار مشکل نشید. خب این در واقع شغل به درد چه کسایی میخوره؟ به درد کسایی میخوره که دقت بالایی داشته باشن، ریسک پذیری پایینی داشته باشن و مواظب اون شغلشون هستن، علاقه دارن و میخوان توی بازار بمونن و برای سالهای متمادی از این را کسب درآمد کنن. خب امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. تقریبا یه 23 دقیقه 22 دقیقه این ویدیو شده. چیزایی که باید میگفتم و اطلاعاتی که باید میدادم و گفتم و دادم و امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگر نظری دارید حتما توی قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. خب مسلما بخوایم کلیت کارو بگیم از این ویدیو تایمش خیلی بیشتر میشه، ممکنه حوصله‌تون نکشه دیگه. ما خب هر چی بود که گفتیم دیگه باید میگفتیم و تمام کمال تا اونجایی که تونستم تجربه بود، حالا چه از پدر چه از دوستان چه از خودمون که توی بازار بودیم به دست آوردیم، با شما به اشتراک گذاشتم. بتونید یه کسب و کار پرروزی و پر رونق داشته باشید. هیچ وقت ما کسی رو ناامید نمی‌کنیم. یه سری از دوستان یه سری نظرات داشتن که میگفتن که دست در نکنه شما ما رو کلا منصرف کردید. خب ما اینجا نیومدیم که پکیج بفروشیم، ما نیومدیم که آموزشگاه بزنیم. من اومدم از تجربیات خودم با شما به اشتراک بذارم و اصلا هیچ کدوم از این موارد برام مهم نیستن. من طلا فروشی دارم، طلا سازی دارم، پدرم باز طلا فروش هستن و عمری توی بازارن و این مواردی که میگیم و درستکاری و صداقت رو به ما یاد دادن تا بتونیم با اون مشتریامون تا کنیم و بتونیم فرد درستی توی جامعهمون باشه. این که بهمون میگفتن کار نو به فروش پدرم هیچ وقت کار دست دوم نفروخت، به خاطر این بود که گفت هر کار دست دومی که پسر جون تو بفروشی یعنی یه دونه کار از توی کارگاه‌های ایرانی و کارگر ایرانی کم کردی و این به ضرر اون سازنده، تولید کننده و همه ماست در واقع. خب خدا نگهدار شما، امیدوارم که لذت برده باشید.